تشویش هم گفتم ما را نماینده رئیس جمهور بودم از وزارتی چی میگن شم مجلس کار داخلی رسولی تو از کمیته خیرات کردن از طرف بردم گفتم بایشون التماس معامله است که بالا تنگاب بسیار است و بچه ها را گریزی مسجد نبیام تا 16 ساله را کمیته را ما دو شب شما رو کی پیش مرمون کردن سفارش بالاست مو سفارش بالا میده اون گفتم من آقای بالا فرمان داد از خدا که بنده های منو به مسجد دعوت کن وقتی که شما از بالا تو میترسه اینجا بودین من از بالا منو میترسم که پگم او پیشواید چی جواب میتین زمان وظیفه ما بود جوانار به مسجد جلب کردن وظیفه شما بود رادیو داره تلویزیون داره بگو رنگی خودتون با شما هم داره گفتم دامولا من یارو گفتم فتوا برارا رنگی زن کارو من بچه‌ها رو من کنم اما من گفتم من نمیکنم وظیفه من دعوت کردم پیغمبر گفت 7 ساله شد بچه‌ها تا نماز خوان کنید 10 ساله شد که مسجد برید من مسجد جلب شدم شما گفتم من کردم اما من این کار نمیکنم تلویزیون داره رادیو داره گفت هوای شما گفتم اما ما وظیفه من کار نیست من مسجد در کار باشه که سخت سر من بیزار من خطیبی توجه دیگه من هرگز این کار نمیکنم من زمان خدایی که خوجین شما رو خدا شخصا از من میترسم این از من چشم امید نکنید شما اشتراک داشتید آها که اونجا نه مجلس رایونی بودن رایونی نه اکوم آده میرو مجلسش یا بار رفتیم جمع شدیم منم نبودم دیروز همین بار اول رفتیم یکم بار رئیس بالکن نام شدن ما رو فیروز کردن که هم مرا رئیس جماعت و مقای اومد حضر نروید نمیشه همین مجلس که شده سیروش که یه آدم اکبایان خیست تحصیل کاغذ بود تحصیل همین رئیس بود جناب رئیس بود همین نمیشه که همین از آنها را خیلی مرادیان من کنیم چطوری قاوقا میکنه هم بجادن همین از آنها گفت شما نگاری که من غذامو خیست اصلا ویران شد ما تو خودت کیه یا وقت گو کی رئیس تکودی من بود تو رو جناب تو گفتم از بین شد ما دونه آواز گو کیه من خیلی نشالی ملیسی رایونه من دو اگر تو عروس میشدی من در جواب گفتی قبل میگردم عروس میشدی اگر من گذراندم وقتی که تو مسلمانی از پدر و مادر مسلمان شدی گفتم حیف هم پدر و مادری که تو رو مسلمان تربیت کنه که از کلمه الله اکبر بلند برآمده تو میترسی خواهشم خواهید نخواهید گفت این منصباتان این حکومتاتان روز به خاک یکسان میشه شما پیش خدا میره امروز در کریم گفتم از کلیساشون شما از آواز اذان تا میترسید جنگ رئیس گفت این دولت قانون داره ما قانون وقتی که قانون دولت خلاف کرونا ما قانون قبول نداریم وقتی جمع را بالا گفتم رو تمام میکنم جمع شد مسلمان از اذان ترسد آلی هم گفتم آواز اذان است که فیض برکه در اینجا است و این گفتم اذان که تمام شد دانه که عذاب خدا بالا تانده میبیان خاطر که جمع کنید نه نشانی مدرسگید بکار میرم گفتم نه خودینی بالا گید